خب انشاءالله که موضوع جلسه قبلی موضوع ساده بود، همگی درک کرده. پس می رویم به طرف موضوع درس جدید ما. از این اکانت باید همگی انشاءالله که ساختند و ساخته باشند. امروز ما شما در مورد از این صحبت میکنیم که ما شما در آمازون چند نوع اکانت داریم. اینجا موضوع درس ما شما است Types of Amazon Account، انواع اکانت های آمازون. البته هدف از این اکانت هایی که ما شما امروز قرار در موردش معلومات حاصل کنیم تمامش چی است؟ اکانت های سلر است. یعنی اکانت هایی است که شما به خاطر فروشندگی ایجاد میکنید. There are three types of Amazon account. ما شما سه نوع اکانت سلر سنترال آمازون داریم. ببینید که اکانت سلر سنترال آمازون با اکانت بایر آمازون فرق میکنه. اینجا مثلا اگر من سرچ کنم که آمازون سلر سنترال اکانت یا لاگین نوشته کنم، آن اسنادی که به خاطر ساخت اکانت بایر شما ضرورت داشتین او اسنادها در اینجا ضرورت است، اما بر علاوه از او بسیار اسنادهای دیگه هم است که باید شما داشته باشین. بعضی کسا که مشکل داشتن که اکانت مثلا ساخته نمیتوانستند در این پلتفرم داخل می شده. اینجا نوشته است کریت یور آمازون اکانت. زمانی که یک مرحله شما در اینجا پیش میبرین، در مرحله بعدی از شما چی میخواید؟ فون نمبر شما را میخواید. اگر مرحله بعدی مثلا شما برین از یک اکانت هایی که ما براتون گفتیم، مثلا شما اکانت بزنس یا اکانت پروفشنال شما سلکت کنید، باز این قسمت از شما چی میخواید؟ مشخصات LLC شما را ازتان میخواید. بنابراین سلر سنترال آمازون با بایر آمازون فرق داره. اکثر کسا که اکانت ساخته نتوانستند در می اکانت وارد شدن، در حالی که من طریقش رو براتون یاد دادم. گفتم زمانی که شما میخواید اکانت آمازون بسازین، وارد این وبسایت آمازون شوین. در این قسمت که مثلا هلو ساین ان نوشته است، از اینجا کمی پایین مثلا شما میایین و چی کار میکنین؟ لاگ اوت میکنین و اکانت خودتان وارد میکنین. خب یکی ما شما داریم individual account. individual account یعنی اکانت ساده. اگر ما شما در نظر بگیریم آیا اکانت معمولی و یا که شما individual به انگلیسی هر چی که معنا میکنید، اکانت معمولی است. و همچنان با شما داریم پروفشنال اکانت و دیگه داریم بزنس پروفشنال اکانت. این اکانت ها از هم دیگر چی فرق دارن؟ ساختنشان چی فرق دارد؟ چی اسنادهای اضافی ضرورت دارد؟ در ابتدا در مورد individual اکانت آمازون براتون بگویم که این اکانت ساده می باشد و معمولا کسانی که تازه وارد آمازون میشه کدام اکانت می سازند؟ اکانت individual آمازون برای خودشان می سازند. این اکانت هم خوبی های خود را داره و هم بدی های خود را داره. در قدم نخست اگر من از خوبی های این اکانت براتون بگویم، یک، شما اکانت آمازون جور میکنید، در آمازون جدید هستین، پروداکت خوب لیست نکردین، فروشات شما کم است. به طور مثال روزانه یک تا فروشات دارین یا روزانه 2 تا فروشات دارین و یا کمتر از دارین یا یک روز هیچ فروشات ندارین. آمازون از شما هیچ پول نمیگیره. هیچ پول آمازون از شما نمیگیره. صرف زمانی که شما هر پروداکت به فروش میرسانید 99 سنت از شما میگیره. 0.99 دلار و 99 سنت یا تقریبا $1 از شما میگیره. در بدل هر فروشی که شما انجام میدید آمازون از شما چی میگیره؟ $1 مالیه میگیره. چرا که شما از اکانت آمازون استفاده میکنید، باید پولش پرداخت کنید. یکی این میشه ما شما خوبی هاش بگوییم که اگر کسی فروشات نکرده باشه ولو 6 ماه فروشات نکنه اما اکانت اندیویدوال داشته باشه، در آمازون 1 روپیه هم پرداخت نمیکنه. همان طوری که شما در اینجا می آمدید اکانت بایر برای خودتان می ساختین، تا زمانی که خریداری نمیکردین، تا زمانی که از استفاده نمیکردین، این اکانت سر جای خودش بود، کدام پول شما بر آمازون پرداخت نمیکردین. اکانت اندیویدوال هم به این ترتیب است. موضوع دوم اکانت اندیویدوال براتون بگویم. اکانت اندیویدوال اگر شما میسازین، اگر LLC هم شما نداشته باشین، این اکانت شما ساخته میتوانید. یعنی بدون LLC هم ساختن این اکانت امکان پذیر هست. LLC شما در اینجا نمیخواید. این میشه جزء خوبی های آمازون
بگوییم. این از اکانت اندیویدوال بود. و خوبی دیگه چی هست اینجا؟ نو مانتلی فیس، ماهانه از شما کدام فیس آمازون نمیگیره. هیچ فیس ماهانه شما بر آمازون پرداخت نمیکنه. در اینجا براتون گفتم اگر 6 ماه هم شما فروشات نکرده باشین در آمازون کدام فیس پرداخت نمیکنید. فقط 0.99 دلار در بدل چی؟ هر فروش پرداخت میکنید. اگر شما 10 فروش کرده باشین 10 دلار، اگر 100 فروش کنید 100 دلار. اما بعضی نواقص هم داره که ما اینا در شکل ستاره اینجا براتون میگم. نواقص یک اکانت چی است؟ شما در این اکانت از 40 محصول ماهانه زیاد فروش کرده نمیتوانید. باید شما 40 یونت یا 40 دلار محصول ماهانه از طریق یک اکانت به فروش برسانید یا کمتر از او. اگر از 40 دلار یک دلار اضافه شود و اکانت شما اندیویدوال باشه، آمازون آردر مشتریان شما را قبول نمیکنه. یعنی از اکانت اندیویدوال شما فقط ماهانه 40 دلار پروداکت یا 40 تا محصول به فروش رسانده میتوانید و بس. این بود از اکانت اندیویدوال آمازون. موضوع بعدی پروفشنال اکانت است. اکانت پروفشنال است. زمانی شما اکانت پروفشنال میسازین و یا شما بزنس پروفشنال اکانت میسازین. اکانت پروفشنال با بزنس پروفشنال هر دوی از یکی است. اونقدر تفاوت بینشان وجود نداره. فقط تفاوت در چی است؟ پروفشنال اکانت کسانی میسازن، مثلا شما هستیم مردمایی که عامیانه در آمازون به صورت عام میخواهید فروشات انجام بدن، اکانت پروفشنال خودشان را میسازن. و معمولا بزنس پروفشنال اکانت کسانی میسازن که اونا کیها باشن؟ اونا برند ها باشن، برند باشه. به طور مثال ببینید میایم به طرف آمازون. اینجا اگر در قسمت پایین بست سلرز اینجا نوشته بود، خیلی خوب. اگر نه که نبود شما سرچ کنید بست سلرز، اینجا سرچ کنید بیشترین فروشات یا پروداکت هایی که خوب فروشات داشته باشه، پروداکت های درجه یک آمازون باشه، اونا در این قسمت براتون میاد. به طور مثال ببینید اینجا یک جک یا هر چی شما فکر میکنید هست در بین از پاپور است فکر میکنم. این یکی از پروداکت های چی هست که بستسلرز است. اگر ما بالای مثلا کلیک کنم بخوایم درباره این بیشتر بدانم، تعداد فروشنده هایش رو ببینیم. این پروداکت ها که اکثرا از طرف برند ها به فروش میرسه. تعداد فروشنده های از این چند تا می باشه؟ 1 تا می باشه. ببینید اینجا چی نوشته است؟ سلر نوشته است. آمازون ریسیل، یعنی که آمازون اینو چی میکنه؟ ریسیل میکنه یا به فروش میرساند. یا لحظه دوستان خب ادامه میدیم. ببخشید در اینجا گفتم که بهترین پروداکت ها به فروش میرسه. البته اکانتی که ساخته شده ببینید چی است؟ سلر آمازون ریسیل، یعنی آمازون این فروشات میکنه. اینجا معمولا در قسمت FBA چند نوشته می باشه؟ 1 نوشته می باشه. من یکم براتون زوم کنم. منظورم اینجاست. ببینید در قسمت FBA 1 نوشته می باشه و در قسمت FBM 1 نوشته می باشه. این پروداکت ها که از بزنس پروفشنال اکانت ها می باشند. اونا را کی میسازه؟ معمولا برند ها این پروداکت ها را میسازن. اگر مثل این پروداکت شما مثلا بعضی پروداکت های دیگه شو ببینیم تعداد فروشنده های از او چند دانه است؟ 1 دانه می باشه، زیاد فروشنده نمی داشته باشه. یا برند فروشنده از او می باشه یا هم خود آمازون فروشنده از او می باشه و اینا معمولا برای خودشان اکانت بزنس پروفشنال می سازن. ببینید من تعداد فروشنده های از اینا برای شما نشان بدم.
حتما یک دانه است. در قسمت ببینید اینی سرپایی که شما میبینید فروشنده رو ببینید چی نوشته است FVM1 یعنی چند تا فروشنده داره این پروداکت؟ یک تا فروشنده داره. درست است؟ یک تا فروشنده داره این پروداکت. و به اون ترتیب اگر ما بعضی پروداکت دیگه شما ببینید اینجا ببینید FVA1 پلاس یعنی به شکل FVA کسانی فروشات میکنند از یک دانه بیشتر می باشد. FVM 9 پلاس است یعنی کسانی که FVA فروشات میکنند از 9 نفر هم تعدادشان بیشتر است. این که FVA چی مفهوم داره، FVM چی مفهوم داره، شاید از ذهن شما سوال پیش شده باشه که راجع به اون موضوع بعدا صحبت میکنیم. یا مثلا اینجا نوشته است 174 in box این چی معنا میده، اینجا نوشته است ایزن این چی معنا میده، و یا ایبی نوشته است یا والمارت نوشته است این چی معنا میده. موضوعاتی از بعد ما شما راجع به این صحبت میکنیم. خب این بسرعت ما شما چک کردیم تمام از این یک دانه چی داشتن؟ فروشنده داشتن. البته شاید بر شما سوال دیگه هم باشه که شما وارد امی اکانت که میشین بر شما این جزئیات نشان نمیده. بفرمایید برادر عزیز. بله جناب استاد سلام علیکم. امی پیشتر هم جکا که نشان دادن FBA و FBM از معلوم نبوده، دلیلش چی میتونه باشه؟ دلیلش چیز خود امازون فروشنده است یا نه خاطر که برند نبودن؟ ببخشید. علیکم سلام. من امیر ربی خواستم براتون بگویم که شاید برای شما ایدی جزئیاتی که من اینجا میبینم شما شاید این جزئیات نبینید. چرا وقتی که ما شما میخوایم که جزئیات این پروداکت ها را خوب درک بکنیم باید ما شما بعضی اکستنشن ها را پیش خود چی داشته باشیم؟ نصب داشته باشیم. در قسمت بالا شما ببینید مثلا اینجا ما خوبی نیست این دیگه مثلا من جگر اسکاوت دارم به شکل بیشتر ما شما بیم گریبلی از این هم دارم، سی نت از این هم دارم و به اون ترتیب اگر بیشتر بریم سورس موگل کیپا فکرم سلر اسپرایت و همچنین آی پی آلر به اون ترتیب دی اس امازون کوک ویو اوس آدن و غیره. اینا اکستنشن هایی است که شما باید نصب داشته باشید که همین پروداکت ها را برای شما جزئیات یا دیتیلز نشان بده. مثلا بعضی پروداکت ها از گفته سنفیتون که FBA و FV منظور نشان نمیده. مثلا اینی پروداکت معلوم است، از این پروداکت معلوم است، اینی پروداکت سوم معلوم نیست. و یا میجا که ما برای شما باز کردم FBA و FV مزی تانوز معلوم نیست. این که معلوم نیست کدام دلیل خاص نداره که مثلا معلوم نیست. اما شما زمانی که پروداکت خود لیست میکنیم این اختیاری است که شما کدام آپشن ها را میخوایم که قابل ویو باشه، کدام آپشن ها را میخوایم قابل ویو نباشه. اما اگر شما بالاش کلیک کنید جزئیات از این بیشتر پیدا کرده میتونید. حتی شما آدرس فروشگاه را پیدا کرده میتونید که فروشگاه در کجا وجود داره، توسط کی فروخته میشه. این پروداکت ببینید FBA یا FBMش درج نیسته. احتمالا یا امازون به فروش میرسانه یا هم خود برند به فروش میرسانه. اما اگر ما شما از احتمال بگذاریم اینجا که جستجو کنیم پیدا کرده میتوانیم. حتما سلر نوشته است. ببینید اینجا چی نوشته است؟ sold by Amazon resale یعنی این پروداکت خود امازون به فروش میرسانه. این پروداکت از طرف خود امازون به فروش میرسه. دلیلش اینمی است که FBA و FV مزی معلوم نیست و همچون پروداکت ها شما هیچگاه تلاش به فروشش نمیکنید. چون پروداکت ها شما به فروش نمیرسانید زمانی که امازون پروداکت میخواد به فروش برسانه. مثلا ببینیم که این مستعملش چند است؟ 16.03 دلار است و ببینید ریسیل است. ریسیل دوباره فروخته شده و فولفیلمنت با امازون. دوستان ببینید فولفیلمنت با امازون اونجا FBA نوشته نیست اما اینجا نوشته است FBA. وقتی که FBA ما شما میگیم یعنی فولفیلمنت بای امازون. اینجا FBA به شکل غیر مستقیم درج هست و قیمت مستعمل از این 16.03 دلار است. شما اینو به فروش نمیرسانید. چرا به فروش نمیرسانید؟ و همچنین اینجا نوشته دوستا سلر کی است؟ امازون ریسیل. در چند جای نوشته است. یعنی شما فقط در قسمت FBA مزی فوکس نکنید. ببینید در صفحه قبلی نشان نمیداد اما اینجا ما بالاش کلیک کردم حالا هم FBM نشان میده هم FBA. امردوش چی است؟ 0 و 0 است. چرا این FBA میشه اما از طرف کی؟ از طرف امازون. این پروداکت ها شما چرا به فروش رسانده نمیتوانید؟ چرا که امازون بیشتر بای باکس پیش خود میگیره. یک مسئله
مثلا میارم من بستسلر چک کردم، این پروداکت در اول آمد، درست است؟ در اول برای شما این پروداکت ظاهر شد، اما اکانت شما رو در این قسمت آمازون نمیاره. چرا نمیاره؟ که آمازون خودش میخواد اول پروداکت به فروش برسانه. شما زمانی که آمازون پاش داخل باشه، برند پاش داخل باشه، همچه پروداکت شما خریداری نمیکنه، چون امروز ما شما رقابت کرده نمیتونیم. یکی خب بای باکس گرفتن نمیتونیم، دوم در پرایس ها ما شما پرایسینگ کرده نمیتونیم، کم جا یک رقابت بسیار شدید وجود می داشته باشه. و بخیر درباره از شما صحبت میکنیم که مثلا تو اگر این 16.03 دلار بفروشه، حداقل 5 دلار مفاد خود گرفته، اما اگر تو مثلا پروداکت بخری، شاید 16.03 دلار تنها تمام شده پروداکت برای تو باشه. تو که قیمتش مثلا بانی 18.03، طبعا یک کسی که خریدار می باشه از 18 دلار تا 16 دلار از اون میخره، جنس یک جنس می باشه. و هر صورت از موضوع دور نریم، هدف ما شما بالای چی بود؟ پروفشنال اکاونت ها بود. یکی ما شما پروفشنال اکاونت داریم، یکی بزنس پروفشنال اکاونت داریم. ببینیم که خوبی از اینا چی هست. اولین خوبی که اکاونت های بزنس داره، آیکنی که اینجا برای شما استفاده کردیم، ببینید اینجا یک نفر است و در عقبش یک نفر دیگه هم هست. شما زمانی که اکاونت بزنس میسازید، در اکاونت خودتان مثل در صفحه فیسبوکتان دیگران را اکسس میدین، در صفحه فیسبوکتان دیگران را ادمین میسازین، در می اکاونتتان شما به شکل VA یک کسی را استخدام کرده میتوانید، که باز ما شما چی میگیم؟ ویژوال اسیستانت برش میگیم. به شکل VA شما استخدام کرده میتوانید، یعنی در یک اکانت 2 نفر یا 3 نفر یا هر قدر شما خواسته باشید کار بکنند. اما در اکانت اندیویدوال این کار امکان پذیر نیست. یکی از خوبی ها ازی دوستا ریکارد خب مثلا یاد گرفته میشه یا مشکلات می داشته باشه، شما یک کار کنید نوت پیش خودتان همیشه بگیرین. اگر ریکارد گرفته هم شوه سوالاتتان نوت بگیرین، یگان جزئیات مهم که براتون میگم نوت بگیرین، این خیلی براتون خوب است که شاید نوت پیش خود داشته باشین. خب یکی از خوبی های اکانت بزنس چی بود؟ VA که به شکل ویژوال اسیستانت بر شما اکسس داده میتوانید، یا شما برای کسی دیگه یا کسی که از یک اکانت داشته باشه برای شما. موضوع دوم از دوستا خوبی از چی است که شما در اینجا جزئیات LLC خودتان را باید درج بکنید. زمانی که شما LLC داشته باشین از برندها اپرووال گرفتن میتوانید. چی معنا از برند اپرووال گرفتن میتوانید؟ مثلا ما در قسمت بست سلرز میم، ایتو نیست که همیشه ما شما در جایی که آمازون فروشنده باشه هیچ وارد نشیم، نه خیر، میتوانیم وارد شویم، اما پروداکت ما شما پیدا میکنیم که تعداد FBA سلرهای از او چی باشه؟ حداقل 3 دانه باشه. اگر اینجا پروداکت شما پیدا میکنیم که FBA سلر از او زیادتر از 1 دانه باشه، بنان شما برای رقابت کردن میتوانید. به طور مثال این پروداکت شما ببینید دوستا نوشته است FBA plus 1 پلاس است، یعنی تعداد کسانی که به شکل FBA پروداکت به فروش میرسانند چند دانه هستند؟ از 1 دانه زیاد است. اگر بالای از این مثلا من کلیک کنم میتوانم ببینم که این پروداکت از طرف کی به فروش میرسه. حالا ببینیم که برای شما نشان بده. یک نفر جدیدن این پروداکت از پیش برند خریداری کرده. چه قسمت پیش برند خریداری کرده؟ چون از برند اپرووال گرفته. چطور اپرووال گرفته؟ به خاطر از اینکه LLC داشته. پس یک نفر این به 7.09 دلار به فروش میرسانه. ببینیم کسی دیگه میره فروش میکنه. بله، اینجا یک کسی دیگه مستعمل از این به فروش میرسانه، اما قیمتی چند است؟ 10.99 دلار است. و پوینتر اگر ما شما مثلا بریم، حتی شما نام فروشگاه های از اینا رو هم دیده میتوانید. خب نام فروشگاهش دیده میتوانید. مثلا این پروداکت بالا را اگر شما ببینید، در قسمت بالا چی نوشته است؟ مثلا ships from، اینجا یک چی نوشته است؟ ویلو استور. این نام فروشگاهش است، sold by ویلو استور، یعنی این خود برند عزیز، فکر کنید خود برند عزیز است که هم خودش شیپ میکنه هم به فروش میرسانه. زمانی که ببخشید گفتم برندش است، قسم گپ نیست، زمانی که هم کسی که شیپ میکنه نام خودش نشانه باشه، هم فروشنده نام خودش نشانه باشه، به این معنی که پروداکت ها به شکل FVM به فروش میرسه، یعنی انتقالش آمازون نمیده، خود نفر در منزل مشتری پروداکت از خانه خود چی میکنه؟ انتقال میده، فقط در آمازون تبلیغاتش انجام داده. اما اگر شما در این قسمت ببینید ships from،
چی نوشته است؟ مثلا FDUP Invest، این نام فروشگاه ازی است و sold by FDUP Invest، یعنی هم خودش شیپس یا انتقال میده و هم خودش به فروش میرسانه. این هم به شکل چی است؟ FBM است، 13.11 دلار. تفاوت قیمت ها رو میبینید، یک جای 7.09 دلار، اینجا 11 دلار تقریبا و در این قسمت هم بیش از 13 دلار قیمت ازی است. و اگر پایین تر بریم باش شاید از این کدام قیمت مشما پیدا بکنیم، اما از 13.11 دلار این پروداکت قیمت تر نیست، اینجا 13.38 دلار است. چرا قدر تفاوت وجود داره؟ در اون قسمت شما دیدین که FBA 1 پلاس بود، نه، یعنی بیشتر از یک نفری پروداکت به فروش میرسونه. اما شما زمانی که وارد فروشگاه شدید ببینید چقدر فروشنده داره این پروداکت، دیدید چقدر فروشنده زیادی پروداکت داره، 9.99 دلار. حتی اینجا چند مفروشه؟ 15.27 دلار به فروش میرسونه. یعنی بر علاوه از اینکه خود برندش به فروش میرسونه یا آمازون به فروش میرسونه، خیلی کسا در اینجا وجود داره که به شکل FBM یعنی از خانه به فروش میرسونه. زمانی که از خانه به فروش میرسونه تفاوت قیمت ها دلیلش براتون بگیم. کسی پرسان میکنه میگه در آمازون خود نباید تفاوت قیمت ها از 2 تا 3 دلار زیاد باشه. اینا چطور رقابت میکنه؟ یک نفر اینجا 7 دلار قیمت از زیر مونده، نفر دیگه 11 دلار مونده، نفر دیگه 13 دلار مونده. در قسمت پایین ما شما دیدیم که یک کسی پروداکت 15 دلار بالاش چی مونده؟ نرخ یا قیمت ها. ببینید 15 دلار این پروداکت نفر به فروش میرسونه، در حالی که خود از یک فروشنده جدید است. چطور 15 دلار فروخته میتونه؟ چطور با این رقابت کرده میتونه؟ این به خاطر است که FBM میکنه. در FBM مفاد بسیار زیاد است. چرا شما بر آمازون کدام کمیشن کدام چارجز دیگه پاره نمیتید؟ از یک سری مالیات آنلاین شما چی هستید؟ معاف هستید. یکی قیمت خود بدل خود بالا انتخاب کرده میتونی، دیگه اون پول هایی که باید به آمازون بدیدم به خودت به چرت میکنی، به جیب خود میذاری. خب به هر صورتش موضوع بحث مشما چی بود؟ بزنس پروفشنال اکانت بود که LLC اونجا باید معلوماتش درج شود. بفرمایید آقای فرشاد رشاد. بله سلام علیکم، ببخشید مجددا. جناب استاد دمی جنس را که قبلا شما نشان دادین، دموجا آمازون کی بای باکس با کی میته؟ اونجا خب بای باکس یکی 8 دلار است، یکی 10 دلار، یکی 15، یکی 20، یکی 29. شما پیشتر از بای باکس یاد کردین. آیا اینجا بای باکس وجود داره یا نداره؟ چون وقتی که اونجا جنس لیست شده، یک جنس لیست شده، در یک جای لیست شده، نه بعد از او کسی در بخش فروشنده داخل نمیشه، معمولا از اونجا خرید میکنه. اینجا بای باکس چطور ما بفهمیم که پیش کی هست؟ تشکر. بسیار عالی، خواهش میکنم. ببینید زمانی که ما شما یک پروداکت میبینیم که پروداکت مثل این پروداکت فعلا ما شما باز کردیم، مثل این پروداکت چندین فروشنده می داشته باشه، یا رو کلوز کنم. زمانی که این پروداکت شما میبینید که مثلا چندین فروشنده یا تعداد فروشنده های از این بسیار زیاد می باشه، موضوع بای باکس حالا براتون بگویم. اینجا چی نوشته است؟ نمبر اف سلرز 20، یعنی 20 تا فروشنده از این کتاب از این جنس وجود داره، یا کتاب یا هر چیزی که از 20 تا فروشنده داره. آمازون چگونه بای باکس میده؟ الگوریتم آمازون طوری کار میکنه که طی 24 ساعت یا طی یک هفته یا طی یک ماه یا طی یک 3 ماه، حداقل 3 ماه، این بای باکس نزد هر کس توزیع میشه. این نظر به الگوریتم آمازون است. مثلا شما که زمانی که شما جنگل اسکاوت استفاده بکنید، باز ایده خودتان دیده میتوانید، مثلا سینت استفاده کنید، شما خودتان دیده میتوانید، یا اوس ادرن اگر شما استفاده کنید، شما دیده میتوانید که امی پروداکت مثلا چی وقت پیش چه کسی بوده. اما الگوریتم آمازون نظر به قیمتتان، نظر به کیفیت جنستان و نظر به بسیار دلایل دیگه پا وجود داره که بای باکس خواسته باشه، برای هر کسی خواسته باشه به اون میده. اما شما در اینجا که فروشنده باشین، حالا مثلا نام برند اول آمده بود، نوبت شما که برسه نام شما هم در اول میاد و کسی که بخواد مستقیم خرید بکنه بدون از اینکه وارد فروشگاه ها شو و پرایس ها را چک کنه، مستقیم از شما خریداری کرده میتونه. بای باکس فقط یک امتیاز است که مشتری که داخل میشه مستقیم کلیک میکنه. مثلا فعلا اگه بای ناو ما شما بگوییم، این نزد کی میره؟ از کی میخریم؟ از والی استور ما شما خریداری میکنیم. درسته؟ در حالی که جدید هم هسته، چرا که بای باکس پیش ازی است. اما نظر به الگوریتم آمازون این بای باکس نزد دیگرای ازیا میره، انتقال کرده
میره. تو مهم نیست که حتما کسی قیمتش ارزان باشه بای باکس پیش از او باشه، یا مثلا کسی قیمت بفروشه بای باکس پیش از او باشه، فرق میکنه. مثلا در این قسمت شما ببینید در تاریخ 18 نوامبر مثلا مثال برای شما مثال داده 18 نوامبر، 19 نوامبر، 14، 15، 18 با اون شکل اگر پایین‌تر ما شما بگیم 29 اکتبر، 2 جنوری، اینجا تاریخ‌هایشان زدگی است. مثلا تاریخ 2 جنوری بای باکس پیشینی نفر بوده. در 26 دسامبر مثلا بای باکس از مثلا از چی وقت براتون بگیم از گذشته است، یک سال قبل پیش از یادم بوده. 29 اکتبر مثلا این بای باکس پیش ازی بوده. یعنی این تقسیمات بر اساس الگوریتم آمازون صورت میگیره، اما نقش شما در این چیزی است که قیمتایتان خوب ست بکنید. اوتو پرایس شما تعیین میکنید برش که مثلا اگر امروز کی اوتو پرایس میکنید، امروز خود آمازون، اگر آمازون قیمت پروداکت خود $1 پایین برد شما $0.5 پایین میبرید، اگر آمازون $2 بالا برد شما $3 بالا میبرید. این تو باز خود شما اوتو پرایس هم کرده میتوانید. باز بخیر ما شما در قسمت درسایی که بخش آربیتراژ است ما شما درس داریم که چگونه میتوانید که بای باکس بیشتر به دست بیارید. سوال بعدی است کی است؟ خب بریم راجع به بزنس پروفشنال اکانت و پروفشنال اکانت بیشتر صحبت کنیم. یکی از خوبی ها یا مزیت های دیگه ای که اکانت های بزنس داره دوستا این است که شما در یک ماه فقط بر آمازون چقدر پول پرداخت میکنید؟ $40 تقریبا. $40 شما بر آمازون پرداخت میکنید. اگر شما یک قلم هم بفروشین آمازون $40 خود میگیره. اگر 40 قلم هم بفروشین آمازون $40 میگیره. اگر 1000 قلم هم بفروشین آمازون $40 از شما میگیره. کدام فیس اضافی دیگه اینجا در کار نیست. اما در اندیویدوال اگر 1000 قلم پروداکت شما بفروختین مجبور بودین که $1000 به آمازون پرداخت کنید. اما در اکانت بزنس اگر شما 1000 قلم هم بفروشید فقط همین $40 پرداخت میکنید بس. فقط چرا این خوبی وجود داره که شما باید LLC داشته باشید. اگر LLC شما داشته باشین خودتان از برند اپروال هم گرفته میتوانید، پروداکت ارزان هم برای خودتان پیدا کرده میتوانید، هولسیل هم کرده میتوانید. و همین خاطر یک ویژگی دیگر که آمازون برای شما قائل شده ای است که فقط ماهانه از شما $40 میگیره. این باز نظر به تلاش شما است که چقدر خوب پرایسینگ میکنید، چقدر خوب اپروال ها را از برندهای خوب میگیرید و با کدام میتود شما پیش میرید که بای باکس از آن خودتان کنید. این در مورد اکانت پروفشنال آمازون بود. تا اینجا سوالی هست؟ بفرمایید آقای والد بفرمایید. استاد بزرگوار سلام. اگر در بزنس پروفشنال اکانت هیچ فروش نکنه کسی بازم باید $40 بپردازه یا نه؟ علیکم السلام. بله، زمان شما پروفشنال اکانت یا بزنس پروفشنال اکانت میسازین، اگر فروش کنید یا نکنید آمازون از شما $40 میگیره. خب تشکر استاد. خواهش میکنم. بفرمایید. بله ببخشید دوباره مزاحم شدم جناب استاد. خواهش میکنم. ما تا جایی که کم معلومات داشتم و مطالعه کرده بودم در آمازون اگر در یک ماه مکمل فروشات نداشته باشین و اکانت شما بزنس پروفشنال باشه همون $40 آمازون کات نمیکنه و ماه دوم هم اگر فروشات نداشته باشین بازم کات نمیکنه. ولی ما اولین ماهی را که شما اکانت جور کردیم اولین بار از شما $40 میگیره. بعد از اون تا وقتی که فروشات نداشته باشین دیگه پول از شما نمیگیره. مثلا در ماه سوم شما فروشات دارین، یک عدد یا 2 عدد یا 100 عدد هر چی که باشه و امو $40 خود میگیره. باز در ماه پنجم ششم که فروشات نداشته باشین پول نمیگیره. یکی دوم از اینکه فرق بین پروفشنال اکانت و بزنس پروفشنال اکانت چی است در کل جناب استاد؟ شما از بزنس پروفشنال گفتین، از پروفشنال اکانت خیلی نگفتین. تشکر. خواهش میکنم. ببینید همین موضوعی که شما گفتین دقیقاً من فقط قسمت تفاوت پروفشنال با بزنس پروفشنال براتون گفتم که پروفشنال اکانت مثلا توسط مردمای عام ساخته میشه که اونا از دیگه برندها و اجناس خریداری میکنه و بزنس پروفشنال هم معمولا از طرف برندها یا خود آمازون ساخته میشه که فروشات خودشون رو انجام بده. آمازون فکر کنین که فقط منتظر یک چیز است،
زمانی که شما یک اکانت ایجاد میکنین، اگر یک قلم هم شما مثلا با فروش برسانید، در اول البته مهم است، اول ماه اول مثلا شما امی ختم ماه اکتبر اکانت خودتان را میسازید، اگر در این ماه شما یک قلم هم با فروش برسانید، بعد از او آمازون آخر ماه از شما $40 خودش را میگیره و در ماه‌های بعدی هم به همین ترتیب است. مثلا شما اگر فروشات انجام بدین یا فروشات انجام ندین، این $40 خودش را آمازون میگیره. البته انسان هیچ کس تکمیل نیست، تا جایی که مثلا اکانت خود ما پروفشنال است با این موضوع مواجه هستم دیدیم و از این بیشترش شما خودتان بهتر است که تحقیق کنید. میشه که ما این موضوع رو در جایی مطالعه کردیم اشتباه درک نکرده باشیم. استاد جان ببخشن، امیجم من یک تجربه دارم. چندین بار من متوجه شدم در ماهایی که فروشات نباشه، یعنی آمازون اینه پول از آدم از اکانت آدم کات نمیکنه. وقتی که فروشات داشته باشی باز میگیره. در همون ما یک قلم هم گفته خود شما که یک قلم جنس هم بفروشی پیسه میگیره، در غیر از او دیگه پیسه نمیگیره. البته از این حساب دیگه پیسه خود میگیره، استوریج فی یا بی فی این موضوعات های خود داره، چارجز خود داره، ولی انمی منتلی فیس که همین $40 میشه انمی رو نمیگیره. دقیقاً. تشکر آقای رشاد. مهربانی آقای ولید. خب آقای ولید شما سوال پرسیدین، اجازه بدین که برادر دیگه ما سوال بپرسن. عبدالکریم عظیمی صاحب بفرمایید. بله سلام علیکم استاد، خوب هستین جانجور؟ علیکم سلام، تشکر، بفرمایید. استاد در بخش اکانت اندیویدوال گفتین شما که ماهانه 40 یونیت، منظور شما رو نفهمیدم که به 40 نفر میفروشین یا 40 قلم جنس فروخته میتونین؟ ببینید اکانت اندیویدوال اگر شما میسازین، از شما مثلا LLC نمیخواد، وبسایت شما رو نمیخواد، یک ایمیل می داشته باشین، مثلا کارت بانکی می داشته باشین و در کنار از او فون نمبر خارجی می داشته باشین، این اکانت ساخته میشه، نیاز به LLC نمی داشته باشه. و مسئله فروشاتش براتون گفتم 40 واحد مهم است. خدا کنه 40 واحد یک نفر خریداری کنه یا 40 نفر متفاوت خریداری کنه، مهم نیست. درست، تشکر است. بخیر باشه. خب بانو نصیره افضلی پرسیدن که LLC چی هست. ما شما در آینده بخیر درس داریم. LLC کمپانی را ما شما میگه، شما در آینده رو راجع به صحبت خواهد کردیم. مهرین بلال بفرمایید خواهر. خب با سلام مجدد استاد. دوستان من سوال داشتم که همین اکانت اندیویدوال که اگه ما بسازیم بعد از مدت اگه بخوایم مورا دوباره به پروفشنال اکانت یا بزنس پروفشنال اکانت تبدیل کنیم، باید این اکانت اندیویدوال مکمل از بین بریم یا مستقیم میتونیم که به پروفشنال اکانت تبدیلش کنیم؟ تشکر، بسیار سوال خوب پرسان کردید. من باید اجران درس این موضوع رو براتون میگفتم. کسانی که تازه آمازون شروع میکنن تمام اینا باید اکانت خودشان را اندیویدوال بسازن. البته پیشنهاد من از برشان اندیویدوال بسازین، چرا شما $1 هم عاید ندارین، چرا شما با یک فروش $40 مثلا اینجا مثلا کمیشن بدین. اکانت اندیویدوال شما میسازین، باز بعد میشه که در این اکانت اندیویدوال تان با اضافه کردن LLC مثلا دیگر از اندیویدوال و پروفشنال تبدیل کنین، او از بین نمیره. خودم این اکانت میشه شما اپگرید کنین. حتی شما اگر مثلا در یک ایالت اکانت تان جور کرده باشین، مثلا LLC شما از فلوریدا باشه، شما میتونید که بعد تگزاس تبدیل کنین، به دیگه ایالت هم تبدیل کنین. مهربانی سوال شما جوابتان گرفتین بانو مهرین؟ بله تشکر. خواهش میکنم. مهربانی بانو اندر. سلام علیکم استاد. گفتم سوالم ای بود که اگر ما اینمی اندیویدوال اکانت هم جور میکنیم در اول، اونمو شما گفتین 300 الی $500 میخواه به خاطر اینمی اکانت، به خاطر اینمی کارت بانکی و اینا که میخواین، باز او هم ضرورت از وجود اندیویدوال اکانت که مثلا کارت کجور فهمیدم. شما اگر قرار باشه که اندیویدوال اکانت بسازین فقط با یک ایمیل آدرس، یک فون نمبر خارجی، بانک اکانت، می توانید که شما اندیویدوال اکانت خودتان را بسازید.
اما زمانی که شما پروفشنال اکانت میسازین باز در اون قسمت شما باید LLC بگیرید. این چیزایی که به خاطر ساخت اکانت اندیویدوال از قیمت تمام نمیشه. مثلا شما ایمیل ساده همیشه مشکل نیست. اگر ایمیل پروفشنال مثلا بگیرین $10 ایمیل پروفشنال شما شوه، $20 فول نمبر شما شوه که $30 یک بانک اکانت باید شما برای خودتان فعال کنید که اگر $100 بگیریم $130 نهایتا با $150 شما میشه که اکانت اندیویدوال خودتان فعال کنید و او پولی نیست که به آمازون پرداخت کنید. بانک اکانت پیش خودتان است، ایمیل پیش خودتان است، فول نمبر پیش خودتان است، شما خودتان از اون میتوانید همیشه استفاده کنید. مهربانی خواهر عزیز. پرستاد یک سوال دیگه داشتم که همین وقتی که ما اکانت میخوایم جور میکنیم دوباره وقتی که مسئول خریداری میکنیم اونا آمازون خودش که دمو جایی که با ما نگاه میکنن از اون پول میگیرن یا خیر؟ خب زمانی که شما از اکانت آمازون استفاده میکنید طبعا آمازون برای شما در مارکت پلیس خود یک قسمتی از گدام را در اختیار شما قرار میده. آمازون نظر به حجم محصول، نظر به وزن محصول از شما استوریج فیس میگیره، یعنی فیس ذخیره کردن محصولات از شما میگیره. در واقع شما که همین 1% که در بدل هر فروش هم به آمازون تحویل میکنین میتونه که یک قسمت از او را تشکیل بده، اما این استوریج فیس که است نظر به حجم جسم، نظر به وزن جسم فرق میکنه، میگیره از شما. بله. و موضوع دیگر که باید شما بفهمید این است که اگر شما مثلا در آمازون پروداکت هایتان زیاد بمانه، مثلا 6 ماه بیشتر بمانه اما به فروش نرسه، در اون قسمت باز آمازون برای شما نوتیفیکیشن میده که این پروداکت های شما مثلا به فروش نرسیده. اگر مثلا شما 1000 تا پروداکت لیست کرده باشین، این پروداکت های شما ماهانه یک مقدارش فروخته شده بره و فروش برسه، این مشکل نیست. اگر یک شما چند ماه یک پروداکت هم به فروش نرسانده باشین، کسی پروداکت شما را خوش نکرده باشه، یک پروداکت ناموفق در آمازون وارد کرده باشین، باز آمازون برای شما نوتیفیکیشن میده که این پروداکت های خودتان آدرس بدین که ما براتون اونجا انتقالش بدیم، یعنی از آمازون ما را بیرون میکنیم. اگر شما آدرس تان داد خوب، اگر نه که بی خیال اون نوتیفیکیشن شدین، باز آمازون به صورت اتومات اون پروداکت های شما را ترش میکنه، یعنی در زباله میندازه. یا مثلا پروداکت های مواد غذایی می باشه، او یک تاریخ انقضا می داشته باشه، اگر تاریخ انقضای از پوره شود و با فروش نرسه آمازون او را ترش میکنه. درست است استاد، تشکر. از شما هم تشکر. خب موضوع درس جدید ما شما آغاز نمی کنیم چون مسئله آمازون سلر سنترال اکانت است که باز یک موضوع درس کلان است، نیمه میمانه. شما کار خانه ایتان اگر من یادآورم نمیشم مطابق این درس ها خودتان تحقیقات خودتان انجام بدین. به طور مثال ایندیویدوال اکانت گفتم، پروفشنال گفتم، بزنس پروفشنال گفتم، شما هم تحقیقاتتان انجام بدین، چرا که نمیشه که تمام گپا را در اینجا ما یاد بکنم براتون، میشه که موضوع از پیش شما خطا بخوره، شما خودتان باید راجع به اون تحقیقاتتان انجام بدین. اسلمی صاحب بفرمایید. سلام جناب استاد، امید که جور صحت باشین. استاد ببخشید یک سوال پیش آمد مربوط به درس امروزی هم فکر نکنم باشه. همین معیار خود بای باکس استاد چی است؟ یعنی بر تمام فروشنده یکسان یک تایم میته؟ یک سوال. و سوال بعدی، پروفشنال اکاونت هم دوباره تبدیل میشه به اندیویدوال؟ یعنی بازار خراب میشه، آدم مختار کمتر مالیات بده، پول بده، میتونه دوباره تبدیلش بکنه؟ خب تشکر. در ارتباط به سوال اولتان بگویم که موضوع بای باکس گفتین که به هر کس یکسان میرسه یا خیر؟ نه خیر، و قسم نیسته. بای باکس طور نیست که در 24 ساعت اگر یک جنس مثلا 3 دانه فروشنده داشته باشه، این قسم نیست که در 24 ساعت پیش هر کدامش 8 ساعت برسه. و اگر یک پروداکت مثلا 2 تا فروشنده داشته باشه، قسم نیست که مثلا در 24 ساعت 12 ساعته به اینا برسه. و تو یک گپ نیست. باز بخیر ما شما که پروداکت هانتینگ انجام میدادیم، تا محصولات ما یک خاموش کنیم، حتی محصولات را اصلا میشه ما یک خاموش کنیم. حتی ما شما میبینیم باز پروداکت کسانی در اونجا میبینیم که 28 روز پیش بای باکس گرفته دیگه بای باکس نگرفته. کسانی را مثلا میبینیم که 3 هفته پیش بای باکس گرفته دیگه بای باکس نگرفته. و فیصدیش حتی معلوم میشه که مثلا دیدیم ما 90% بای باکس پیش یک تا فروشنده بوده.
2% پیش یک تا فروشنده بوده، 1% پیش یک تا فروشنده بوده. اما خوب گپ در این است که شما ناامید نشین که مثلا ما شما در آمازون پروداکت ها انتقال میدیم، حتی اگر هولسیل هم بکنیم 100 دلار پروداکت انتقال بدیم، در 100 تا پروداکت اگر ما شما در یک ماه 2 بار بای باکس بگیریم یا 3 بار بای باکس بگیریم، حداقل 50% پروداکت های ما شما فروخته میشه. باز مخصوصا کسانی که آربیتراژ میکنن 20 قلم 30 قلم پروداکت زمانی که وارد میکنه، یک بار بای باکس بگیره و 20 قلم کامل فروخته میشه، مشکل نداره. و مسئله بازی جان بفرمایید. ببخشید معیار خاصش چه رقم است استاد؟ مثلا برای یکی تایم زیادتر میرسه، برای یکی تایم کمتر، تو کنم معیار خاص داره باید پروداکت آدم معیار داشته باشه؟ این خب موضوع الگوریتم آمازون است که مشخص نیست که مثلا آمازون به اساس چی این بای باکس میده، اما ما شما میتوانیم که بای باکس بگیریم. چگونه ما شما بای باکس میگیریم؟ مهمترین گپ چی است؟ باید ما شما پرایسینگ خیلی خوب داشته باشیم. مثلا مثال پروداکت ها را شما میبینید که به 12 دلار 13 دلار 14 15 16 دلار فروخته میشه. شما اوسط این قیمت ها را باید برای پروداکت خودتان بارین، نه بسیار ارزان نه بسیار قیمت. یک موضوع نمی است. و موضوع دیگه که میتونه بای باکس برای ما شما بیاره این است که زمانی که ما شما اوتو پرایس میکنیم، با کسی اوتو پرایس کنیم، به طور مثال دمو جگه برند فروشنده می باشه یا آمازون فروشنده می باشه، یا یک کسی رو میبینیم که دمو پروداکت بسیار سابقه داره، گدامش میبینیم که خیلی زیاد پروداکت داره یا فروشاتش میبینیم، یا کسی که مثلا بیشتر بای باکس بهش می باشه، امری از اون شما پرایس وار میکنیم. قسمی که تنظیم میکنیم که اگر مثلا اون قیمت پروداکت خود $1 بالا بود، از من $0.5 بالا بره، یعنی همیشه از اون قدر ارزان تر باشه. اگر اون قیمت پروداکت مثلا $2 پایین آورد، من $3 پایین میارم، اما نه در حدی که شما تاوان کنید. این مسائل باعث میشه مثلا شما خوب تبلیغ بکنید از محصولتان، عکس‌های را مثلا شما در محصولتان انتخاب بکنید که یک نفر که بیا حداقل 6 تا عکس از اون باشه، یا بعضی کسا از اون جنس خود در قسمت تبلیغات انیمیشن میسازن، ویدیو کوتاه میسازن، استفاده میکنن، یا دیتیلز بسیار خوب درباره پروداکت خود میتن، یا در قسمت لستنگ مثلا نوشته میکنن که مثلا خب قیمت معلومه $12 است، این نوشته میکنن $15، بالاش خط کش میکنن، در پایین نوشته میکنن $12، یعنی که این نفر بیا وسوسه شوه که این جنس خود چی کرده، ارزان ساخته. و به همون ترتیب کیفیت جنس شما مهم است، شما از کدام برند خریداری میکنید، تنوع جنس شما مهم است، یعنی جزئیات زیاد داره. اما مهمترش چی است؟ تبلیغات خیلی خوب داشته باشید که جزئیات، تصویر خوب استفاده کنید، اگر امکان داشته باشه انیمیشن استفاده کنید، و یا هم شما در قسمت قیمت ها خیلی دقیق باشید. در این قسمت میتوانید که زیادتر شما بای باکس برای خودتان بگیرید. تشکر جناب استاد، یک جان سپاس. خیر باشه. مهربانی آقای رشاد. با عرض معذرت اگر وقت باشه استاد یک دقیقه در این باره میخواستم صحبت کنم. مهربانی، ما خوشحال میشیم که مثلا داشته های همگی به دیگران شیر شود. بفرمایید. ببخشید با تجربه بعد که ما از آمازون دارم، البته شاید خوب باشه شاید بد باشه، میخوایم در مورد بای باکس بگویم. بعض جنس ها بعض برند ها که هست فرندلی می باشه همراه آمازون. وقتی که فرندلی باشه در این صورت بای باکس مثلا 5 تا فروشنده است، یک جنس یک برند 5 تا فروشنده میفروشه، در این صورت ساعتوار بر از اونا داده میشه، در 24 ساعت تقسیم میشه برای اینا. مثلا اگر 12 تا فروشنده باشه هر 2 ساعت بعد این بای باکس تغییر میکنه، پیش شخص دیگه میره. اگر جنس گفتم فرندلی باشه، اگر رو رقم نباشه پرایس وار باشه، هر کسی که پرایس کمتر داده آمازون بای باکس برازو میده. ولی در اینجا باز بعض نازکی‌های را خود الگوریتم آمازون در نظر میگیره. مثلا کسی که ریتینگ خوب داشته باشه، کسی که آی پی نخورده باشه، اکانت از اونها یا کدام مشکل نداشته باشه، اما ریتینگ از اونها بالا باشه، خوب باشه، فروشنده خوب باشه و هیچ وقت کدام اشتباهی را سر نزده باشه که خلاف پالیسی آمازون باشه، در اون صورت یک بای باکس آمازون زیادتر به او اشخاص میده. ولی ما بای باکس وقت ما یاد کرده میتونیم که جنس فروشنده زیاد باشه، از حداقل از یک نفر زیادتر باشه. اگر فروشه به اون صورت که از یک نفر زیادتر باشه، پس این معنی داره که لیستینگ یک لیستینگ است. در یک لیستینگ وقت کسی که انجام داده باشه، اونمو برند یا همون کسی که را لیست کرده، اونمو شخص میتونه که
عکس‌ها را چنج کنه. من که فروشنده دوم هستم یا فروشنده چهارم هستم، هیچ وقت نمیتونم تغییرات وارد کنم، مثلا عکس روشنیش کم زیاد کنم یا عکس رنگش تغییرات بدم یا نوشته‌اش بولد کنم یا چی کنم. دی موضوعات فقط کسی که او را لیست کرده برند هست اونمو میتونه که بای باکس چی نوشته را تغییرات بده. تشکر. بسیار تشکر آقای رشاد. خب دوستان عزیز، ما شما هر قدمی که میبرداریم به طرف آمازون انشاءالله که گپای بهتر مثلا میخوایم. ما پیشتر مثلا رشاد جان درباره ریویو و ریتینگ مثلا گفتن یا درباره BSR مثلا باش با صحبت بکنیم که با همگی آشنا نیست. من خواستم کامیانه اما تو صحبت کنیم چیزایی که برای شما قابل فهم و قابل درک باشه. ان شاء الله که درس‌های مجموعه پیش رفت مجموعه جداگانه راجع به این موضوع درس داریم که مثلا چگونه میتوانیم که بای باکس بگیریم و چگونه میتوانیم که پرایس وار کنیم. ان شاء الله که موضوع در صنف مجموعه مکمل حل خواهد شد. استاد خدا کنه گستاخی نشده باشه، چون برادر ما در چت باکس دو دفعه سه دفعه سوال کرده بوده بای باکس چی است، چطور است، چطور نیست. من یک معلومات کوتاهی که داشتم در مورد فقط شریک ساختم. تشکر. تشکر از شما. من خوشحال میشم که کسانی در صنف هستن اما تجاربی که می داشته باشن در شیر بکنه تا همگی از او مستفید شوه. هیچ کدام مشما تکمیل نیست. مهربانی آقای ولید. استاد محترم ببخشید که دوباره سوال کردم. امی بای باکس خب بعضی همسنفی های ما تجربه دارن همگی میفهمه، ولی دقیقاً میشه که تشریح بدین که بای باکس به هر شخصی که برزه فایده از او چی است؟ شما یک کار کنید از این موضوع بای باکس فعلا بیخیال شوین. درسته؟ چون ما شما درس ما فعلا بای باکس نیست. فایدهش طبعا معلوم داره از دیگه. مثلا شما در اینجا که بیاین یک جنس مثلا میخواین که خریداری کنین، درست است؟ مثلا این جنس انتخاب کردم میخوایم خریداری کنم. اینجا ببینیم بای نوشته با در قسمت پایین چی نوشته است؟ در قسمت پایین اینجا نوشته است مثلا ships from amazon.com sold by amazon، یعنی بای باکس فعلا پیش امازون است. اگر ما بالای بای ناو کلیک میکنم یعنی که من از امازون مستقیم خریداری میکنم. اگر مثلا جز امازون کسی دیگه در قسمت نامش باشه یعنی که همین فروش از فروشگاه از او میشه، از دکان از او مجموع محصولات یا اجناس خود ما را چی میکنیم؟ خریداری میکنیم. خوبیش دمی است. درست است استاد جان. تشکر. بخیر باشین مسئولین عزیز. امیدوار هستم که درس برای شما موثر واقع شده باشه. اگر سوال نداشته باشین ما شما خداحافظی میکنیم. ان شاء الله که تا جلسه بعدی شما هم تحقیقات خودتان را انجام بدین. شب بر همه خوش. خدا نگهدار.